مقامات افغان و سرکنسول ترکیه در مزار شریف اولین دهلیز هوایی بلخ اروپا را در میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی افتتاح کردند. مسئولان میگویند که در نخستین پرواز دهلیز هوایی بلخ اروپا 5 تن میوه خشک که شامل توت و کشمش می شود به لندن صادر شد. سمیر رسا مسئول روابط عامه مشاورت ارشد ریاست جمهوری در امور مالی میگوید که هفته 2 بار از طریق دهلیز هوایی از بلخ به اروپا محصولات و کالاهای تجارتی افغانستان صادر خواهد شد. اقلامی که از بلخ صادر بشه این بستگی به تاجر ملی نداره که چقدر سکتور خصوصی ما آماده هست. هر چیزی خواسته باشن، اگر صنایع دستی قالین هست، اگر میوه خشک است، میوه تازه هست، زعفران هست، هنگ است، کالاهایی که با ارزش‌تر هست او را شامل دهلیز هوایی بود. آقای رسا گفت که آنان در تلاش هستند در کنار بلند بردن میزان تولیدات مواد صادراتی در شمال، تعداد پروازهای دهلیز هوایی بلخ به اروپا را نیز افزایش بدهند. سمیر رسا میگوید که افغانستان از آغاز صادرات از طریق دهلیز هوایی به ارزش 100 میلیون دلار آمریکایی در 425 پرواز 5400 تن کالاهای تجارتی، میوه خشک، میوه تازه، گیاه طبی، زعفران و جلغوزه را به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر کرده است. مسئولان میگویند تنها در 55 پرواز دهلیز هوایی 1080 تن جلغوزه سیاه را به شانگهای چین صادر کردند و همه روزه در 7 الی 8 پرواز به کشورهای مختلف جهان تولیدات افغانی صادر می شود.